تقریبا همتون این مشکل رو دارید که آب پکیج همش سرد و گرم میشه و کلافه شدید. هزینه تعمیر پکیج هم که کم کم 2 میلیون در میاد. درست کردن این مشکل یه راز داره که میخوام رایگان بهت بگم. بار پکیج رو بیار روی صفر، بعدش بیا قسمت داخل پکیج. دقیقاً از این قسمت توی همه پکیج‌ها یه دونه ترمیستور وجود داره که یه دونه فیش زرد رنگ هم بهش وصله. این سوکت رو جدا کن و ترمیستور رو باز کن و بیارش بیرون. دقت کنید رسوب بسته و باعث میشه دمای آب سرد و گرم بشه. یه دونه ترمیستور جدید به قیمت 30,000 تومان از قطعات فروشی سر کوچه بگیر و دقیقاً از همون جایی که باز کردی سر جاش ببند. یه آچار هم پشتش بنداز. اون فیش زردم بهش وصل کن و تمام. حالا برو آبو باز کن و ببین که معجزه رخ داده. این آموزشو برای هر کس که میتونید بفرست تا توی این شرایط اقتصادی کمکش کرده باشید. داخل پیجم پر از آموزش‌های خفنه که مشکل پکیج آب گرم کنت رو خودت حل کنی. میدونستی این اتفاق باعث آتش سوزی میشه و اگه کسی نزدیک آب گرم کن باشه باعث سوختگی، صدمه شدید و حتی سکته میشه؟ با این روشی که میگم امنیت خودت و خانوادت رو تضمین کن. همه آب گرم کن‌ها یک قطعه دارن به اسم ترموکوبل که کارش پایدار نگه داشتن شعله است. همین الان برو چک کن. اگه ترموکوبلت از نوع ساده هست کافیه بازش کنی، یه همچین ترموکوبلی تهیه کنی که سیم‌های کلید حرارتی رو داشته باشه. قیمتی هم نداره. جایگزین ترموکوبل قبلی میکنی که آموزشش داخل پیج هست. این دو تا سوکت هم به سنسور حد وصل میکنیم که وقتی دمای آب به مثبت 90 درجه رسید این قطعه شعله رو قطع کنه. این پست رو برای دوستانت بفرست تا اونا هم از یه حادثه خطرناک جلوگیری کرده باشن.